تهمت قزوینی به محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله. وقتی محمد ابن عبدالوهاب در عربستان ظهور کرد، در منطقه نجد درعیه فتوا داد بر اینکه تمام مسلمان ها غیر از وهابی ها همه کافر هستند. اگر کسی میخواست وارد آیین وهابیت بشه باید چند تا شهادت به زبان می آورد تا او را به عنوان یک مسلمان قبول می کردن. اول شهادت بر وحدانیت خدا، دوم شهادت بر رسالت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. هرچی این مادر مرده می گفت بابا من مسلمانم، نماز می خوانم، زکات می دهم، حج می روم، بر می گشت به او می گفت تو نماز و حج انجام می دهی در حال شرک، خبر از شرک خود نداری، خبر از کفر نداری. تازه امروز که میخوای وارد آیین وهابیت میشی تازه میشی نو مسلمان، تازه مسلمان. آیا با گفتن شهادتین او را رها میکردن؟ خیر، باید شهادت سوم به زبان جاری میکرد که من شهادت میدهم پدرم و مادرم که توفیق ورود به آیین وهابیت نداشتن و به حال کفر از دنیا رفتن برای اونا طلب مغفرت نکنم. چشم، شهادت میدهم پدرم و مادرم توفیق وهابی شدن نداشتن و کافر و مشرک مردم برای اونا طلب مغفرت نکنم. آقا من مسلمان شدم؟ نه، باید شهادت بدهید تمام علمای اسلام که قبل از ظهور وهابیت از دنیا رفتند کافر مرده‌اند و حق طلب مغفرت برای اونها نداری. پس از گسترش دعوت توحیدی محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله، دکاندارانی امثال زینی دهلان که به نام دین بستر ترویج شرک و خرافات و قبر پرستی گشوده بودند، کتاب‌های علیه ایشان نوشته و انواع افتراها و دروغ‌ها را بر دعوت توحیدی امام محمد ابن عبدالوهاب بستند و امروزه آخوندهای مرده پرستی امثال قزوینی با استناد به گفته‌های دشمنان شیخ محمد ابن عبدالوهاب تلاش می‌کند تا دعوت او را محکوم نمایند. اما ما آقای قزوینی را به چالش می‌کشیم تا ادعای خود را از کتاب‌های امام محمد ابن عبدالوهاب ثابت کند. وقتی محمد ابن عبدالوهاب در عربستان ظهور کرد، در منطقه نجد درعیه فتوا داد بر اینکه تمام مسلمان ها غیر از وهابی ها همه کافر هستند. دروغ 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 دروغ. اما بیایید با هم نگاهی به کتاب‌های خود امام محمد ابن عبدالوهاب داشته باشیم. در کتاب فتاوا و مسائل امام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله صفحه 11 آمده است: بر ما دروغ بستند که ما عموم مسلمانان را تکفیر می‌کنیم و از مردم می‌خواهیم برای اظهار دین خود به سوی ما هجرت کنند و کسی که دیگران را تکفیر نکند ما او را تکفیر می‌کنیم و امثال این سخنان. همه اینها دروغ و افتراست برای اینکه مردم را از دین الله و پیامبرش باز دارند. وقتی که ما کسانی را که از روی جهل و ناآگاهیشان قبر عبدالقادر گیلانی و قبر احمد بدوی را پرستش می‌کنند و کسی نبوده که راهنماییشان کند را تکفیر نمی‌کنیم، پس چگونه کسانی را که مرتکب هیچ شرکی نشده‌اند فقط به خاطر این که به سوی ما نیامده‌اند تکفیر کنیم؟ بارالها تو پاک و منزهی، این افترائی بزرگ است. وقتی محمد ابن عبدالوهاب در عربستان ظهور کرد، در منطقه نجد درعیه فتوا داد بر اینکه تمام مسلمان ها غیر از وهابی ها همه کافر هستند. همچنین در کتاب الرسائل الشخصیه محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله
صفحات 11 و 12 آمده است: بر شما پنهان نیست که خبردار شدم نامه سلیمان ابن سهیم به دست شما رسیده است و برخی از اهل علم آن را باور کردند و الله می‌داند که این مرد بر من دروغ بسته و سخنانی به من نسبت داده که به هیچ عنوان من نگفتم و بسیاری از آنان به ذهن من هم خطور نکرده است، از جمله این که من مذاهب چهارگانه را باطل اعلام کردم و مردم از 600 سال به این طرف بر هیچ دینی نبودند و من ادعای اجتهاد دارم و مقلد هیچ مذهبی نیستم و میگویم اختلاف علما مصیبت است و هر کسی که به صالحین توسل جوید را تکفیر میکنم و بوسیری را به خاطر ابیات معروفش یا اکرم الخلق تکفیر میکنم و من گفتم اگر بتوانم گنبد بالای قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم را نابود کنم حتما این کار را خواهم کرد و اگر بتوانم میزاب کعبه را برداشته و به جای آن میزاب چوبی قرار دهم حتما این کار را خواهم کرد و من زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم را حرام میدانم و زیارت قبر والدین را جایز نمی شمارم و هر کسی که به غیر خدا سوگند یاد کند را کافر میدانم و من ابن فارز و ابن عربی را تکفیر کردم و کتابهای دلائل الخیرات و روض الریاحین را آتش میزنم و آن را روض الشیاطین میخوانم. پاسخ بنده به همه اینها این است که میگویم بار الها تو پاک و منزهی، این افترایی بزرگ است. بار الها تو پاک و منزهی، این افترایی بزرگ است. این مرد بر من دروغ بسته و سخنانی به من نسبت داده که به هیچ عنوان من نگفتم و بسیاری از آنان به ذهن من هم خطور نکرده است. وقتی محمد ابن عبدالوهاب در عربستان ظهور کرد، در منطقه نجد درعیه فتوا داد بر این که تمام مسلمان ها غیر از وهابی ها همه کافر هستند. هر شیعه و هر سنی این خیانت تو را میبیند شدیدترین نفرین و لعنتش رو بر تو نثار میکنه. وقتی محمد ابن عبدالوهاب در عربستان ظهور کرد، در منطقه نجد درعیه فتوا داد بر این که تمام مسلمان ها غیر از وهابی ها همه کافر هستند. آقا تو راست میگی، لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا و ملائکه و جمیع جن انس که بخواد اینطور دروغ بگی و افترا ببنده. قضاوت با شماست.